جهان ای برادر نماند به کس. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر پول و مال و دنیا و پشت. مکن تکیه بر پول و مال و دنیا و پشت، که همچو تو بسیار پرورید و کشت. چو کسی رفتن کند جان پاک، چی بر روی تخت مردن چی بر روی خاک. سلام و درود دوستان عزیز و ارجمند و قدردانم. چند وقت می شود که کمی از سبب سلامتی و از سبب فیلم، آمادگی فیلم آواره بودیم و خدا را شکر که باز امروز فرصت شد با شما تماس برآمدیم صحبت کنیم کمی. چرا از پرچه دنیایی شروع کردیم. گاه انسان می نشیند اگر که بی نهایت چقور فکر کند، سوال بالای سوال می آید. تصور کنید محبت این دنیا چی قدر شیرین است. بیاید پیش از شروع کردن درباره محبت دنیا یک قصه را برای شما نقل میکنیم. جوانی با یک دختر زیبا عاشق می شود. دختر در حقیقت زیبا بود، صاحب جمال. نزد پدر میآید، میگوید پدر جان برو این دختر را برای من خواستگار کن. پدر خرسند می شود که بچه‌ام زنگیر شده است. وقتی می رود دختر را می بیند این قدر صاحب جمال است، میگوید بچه‌ام تو لایق این دختر نیستی. لایق این دختر من هستم که تجربه زیاد دارم، تجربه زندگی دارم. پسر حیران می شود بین پدر و پسر جنجال. میگوید پدر من تو را برای خودم خواستگار فرستادم و تو برای خودت خواستگاری میکنی. وقتی بعد هر دو جنجال شروع می شود، مجبور می شوند به پلیس مراجعت کنند. پلیس را دعوت میکنند. پلیس میگه دختر رو به نزد من آرید. وقتی دختر رو میبیند که این قدر صاحب جمال است، میگه ای پدر و پسر شما روید خانه. لایق این من هستم که بین مردم آبرو و احترام زیاده دارم. میشود 3 نفر جنجال. دختر حالت رو دیده میگوید ایستید من به شما راه حل را میگویم. این هر سه حیران. من میدوم، از پسی من میدوید. هر کسی که اولین شده مرا قپید من از آن او. تمام. روزی میشوند. هر سه میدوند از پسش، از پسی دختر زنی زیبا. ناگاه با یک چاه میافتند، یک چقوری چاه. دختر این حالت از بالا آمده میگوید ها. این هر سه میگن که به چاه افتادیم، برآمده نمیتوانیم. دختر تبسم میکند میگوید میدانید من کیستم؟ اینها حیران کی؟ میگوید من دنیا هستم. دنیا همین گونه زیبا است. نفس دنیا همین گونه شیرین است. نفس دنیایی چی قدر نزدیکان را با هم جنگ دارند، چی کارها نکرد، اما با کسی باقی نماند. از این سبب ما از این پرچه سر کردیم که جهان نماند برادر به کس، دل در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر پول و مال و دنیا و پشت، که همچو تو بسیار پرورید و کشت.
دنیا همین گونه ما را میدواند. نفس دنیایی ما را با پدر و برادران و کی ها چی ما میسازد و داخل چاهمان میپرتاید. یعنی که میمیریم، قبر است و خود میرود. دنیا همین گونه نامردی ها دارد. از این سبب محبت نبندید به چیز دنیا، به نفس دنیای. بعدن انسان ها رو میبینی چی قدر جانکنی ها میکند به خاطر پول و مال و چرا؟ چون محبتشان زیاد است. اینها یک گمان دارد، تصور دارد که اینها یک عمر زندگی دارد. اگر انسانی که بفهمد به چه خاطر همین چیزها رو میگفتن که همین گونه احساس کن، یکی عبادت بود و دیگر چیزهایی، عملهایی که هست، میگفت چگونه وقتی عبادت میکنی بالای همون گلیمچه میبرایی، رو به سوی پروردگار میشوی و تسلیم میشوی. همونجا تصور کن که این آخران عبادت است. چگونه میکنی؟ کدام کار نباشد اگر که شما دانید که آخران عبادت شما است یا آخران کار شما است و غیره ها، از تحت دل اجراش میکنیم. از این سبب دنیا چنین است. باره هم اگر انسان نشیند فکر کند، دو سوال است: برای چی آمدم؟ همین دنیا برای چی آمدم و چی کار کنم؟ برای چی آمدم و چی کار کنم؟ بس ما یک بعدن چیزها است که استاد به نهایت زیبا میگفت، این گونه گفتنش دشوار است. ما عبادتمان را به خدا کنیم، شکرگزاری کنیم، کار میکنیم، غذا میگیریم و یک پارچه است در هر چیز. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله. هر یک نفس فرو بری یا الله. هر کار که میکنی خدا خواهد گوی، کارت به رواج میشود انشالله. همین در هر کار میگوید اگر تو بسم الله گو، او عبادت حساب میشود. هر کار تو بسم الله گو، او عبادت حساب میشود. معنی بسم الله عادی چیز است، به نام خدا، به خاطر خدا. یعنی میخوریم میگیم پروردگار به خاطر تو، کار میکنیم به خاطر تو. از این سبب در دسترخوان، سر دسترخوان، همین کلان ها، بیبیان و بابایان ما مسئول هستند که ما رو، همین خردککان رو آموزن. بچم بسم الله گو، بچم بسم الله گو. یا در بعدن کارها، یا که همین مرکه ها می نشینیم، همین خوراک را که آوردن پیش از این بعدا نفرها بلند میگن که کنی گیرید، میگه یا مرحمت گیرید، مهربان شوید، کنی بسم الله میگن، بلند میگن و دیگرها یاد میرسد. یا در هر کاری که نباشد کی سر کردیم بسم الله رفتیم در هر کار. این همون بود که به چه خاطر آمدیم و چه ها کنیم. خودش یک درس بزرگی هست که از بسیار چیز ما را میدارد. نه راه بد میرویم، نه دزدی میکنیم، نه خیبت میکنیم، نه دل کسی را میرنجونیم و دیگرش. انسان شکسته میشود، انسان حلیم میشود. دایما ما از پروردگار در دعامان همراه میکردیم که پروردگارا محبت دنیا را از دل ما دور کن و به جایش محبت خودت را. و به شما نیز توصیه میدیم که همین را دایما از پروردگار تمنا کنید. گویید که پروردگارا خود بینای، خود شنوای، خود دانای.
محبت دنیا را، چون بیشتری چیز از محبت دنیا شروع می شود. محبت نفس دیگر همین رو از ما دور کن، بجایش محبت خودت را. گوه می نشینیم همین سوال رو به خود بگید. خیر همه می دونیم که پروردگار وعده کرده است کاری خوب میکنیم، در اینجا در امتحان هستیم. بعد چی می شده باشد؟ بعدن ما این دنیا رو ترک گفتیم، در اونجا بعد چی می شد؟ بعد یک بار فکر کنید. انسان خیلی به خود می آید، خیلی. بعدن عملهای اطراف برای ما درس است. چون از همون پرنده ها سر کرده لانه میکنند میافتند یا دیگر. دیروز هم یک حادثه شد. وقتی که نقل میکردن عجیب بود، بسیار دردناک بود. یک مادر بیمار بود، گفتن یک مادر بیمار بود، بیماری رگ. پیش از دنیا رو ترک کردن یک آگاهی هست. وقتی خودش را ناراحت حس میکند و همون اطراف خویش تبار را میگوید که فرزند من را دعوت کنید. بچهش خردکک بود، بسیار عائله فقیر بودن. بچهش خردکک بود، 6 ساله، 5.5 6 ساله، حالا مکتب نمی رود. نزدش دعوت کرد، میگوید همون گفتگوی مادر با کودک چنان بود که تمام همانجا بودن، همه گریان شدن. شما تصور کنید مادری که میداند از دنیا میرود، فرزندش رو نزدش میخواند، نوازشش میکند. اون نوازش چی است شما تصور کنید؟ زاره میکند و بعدی چند لحظه که این مادر دنیا رو ترک میکند، 1 ساعت گذشت، میگویند کسی نمیتوانست که کودک رو بگیرد از آنجا تا که همون مریض را، یعنی مرده رو باید برند. کسی دل گرده نکرد. میگن چگونه بود؟ یک منظره بود که او از مادر خواهش میکرد که چشمانت رو باز کن، چشمانت رو کشا، میگفت مادر. و همه که اطراف بودن میگن حتی رویهایش رو برده در روی مادر میگذاشت. یک لحظه میایستاد، میگذاشت، باز میگرفت. وقتی که همون چادر را، یعنی که ادیال را میخواستن که بالایش را پوشانن، کودک گیره میکرد، میگفت نفس مادرم میگردد، میگفت گریه میکرد. مردم نمیتوانست در همون جا بالای مادر انمیلو خشرالخی مادر میموند و دوامش رو خدا احساس کنید. وقتی که این منظره رو میبینی، وقتی که میشنوی، وقتی که مادرت در بالای سرت هست، خیلی یک کودک بعدی مادر میبرند، خیلی دیگر کودک یاد میکند دیگر کجا هست اون مادری که نوازشش کرد، دیگر کجا هست اون مادری که یگانه مادر است که همین سرت را سیله میکند و به هر درد تو میرسد. کودک خب نمیکند، گریه میکند. بعد روی مال مادر، بعد گرفته بوی کشیده. اما خوب وقتی خوب روی مال مادر گرفته، بعد بوی کشیده خوب میکند. دیگر کودک رو چگونه میفهماند که
مادرت نیست، مادرت رفت. هر گونه که میگن که اینجا رفت اونجا رفت حالا میبید، اما کودک ها همون بوی مادر که احساس میکنند در همون روی ما بعد بوی کشیده خواب میکند، بوی کشیده خواب میکند. منظره هایی که در همین طول همین هفته است برای شما نقل کردیم، چون با اون خاطری که بیدار کند انسان با کمی به خود میبید. همین هم یک لحظه است و انسان باز دیگر زود ابلیس میتونه انسان را تغییر بده. خیلی مادرای خود را احتیاط کنید. عموما موضوع ما موضوع دنیا بود، اطراف دنیا صحبت کردیم. هر یک نفس ما غنیمت است، صحبت ما غنیمت است. همین صحبتی که شما تماشا دارید، بعد این صحبت نمیدونیم که یا شما یا ما یا هر کسی نباشد دیگر میرویم. هیچ کس ابدی نیست. با این خاطر بزرگوار گفت که برخیز که این عمر تو چون باد روان است، بنگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. خدا نگهبانتان. راستی درون پر است درد است، دردی که فهموندنش بنیاد دشوار است. خدا شاهد است. گر اشک زی چشمی تو روان نیست، یقین است که اندر دل سنگین تو یک ذره صفا نیست. برخیز که این عمر تو چون باد روان است، بنگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آینه دل را، تا کی هم دوای تو از روی زبان است. برخیز که این عمر تو چون باد روان است، بنگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آینه دل را، تا کی هم دوای تو از روی زبان